بسیار جالب و دور از تصور لطیفه عزیزی بار دیگر در کشور امریکا. لطیفه عزیزی با کی ازدواج کرده است؟ رقص هندی لطیفه عزیزی با نامزدش در محفل شب عنایش. لطیفه عزیزی در امریکا مصروف چی کار و باری است؟ این دختر خانم چرا دیگر آهنگ نمی سرایت؟ گفته های تازه دوزاران و طرفداران لطیفه عزیزی در بارش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی دختر خانم جوان، هنرمند موفق و با استعداد افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح افغان، شهرت و محبوبیت خاص در میان هنرمندان افغانستان داشته است. این دختر خانم جوان و با استعداد علاقه‌مندان و طرفداران هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرد. هرچند با استعداد خاصی که نداشت در تلویزیون جهانی طلوع در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد، ولی با اعتماد به نفسی که داشت توانست در مدت خیلی کوتاهی رشد هنری خوبی کند. لطیفه عزیزی بعد از ختم برنامه ستاره افغان دوباره به کارهای هنر موسیقیش هم پرداخت. آهنگ‌های بیشمار سرود حمایت گسترده‌ای از طرف افغان‌ها می‌شد. این دختر خانم با استعداد و موفق افغان بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان و کشور امریکا مهاجرت کرد و در کشور امریکا کاملا از راه هنر موسیقیش به دور شد. وی کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و مدلینگ را انتخاب کرد. تا تصاویر لطیفه عزیزی در صفحات مجازی درس کرده است که وی در کشور امریکا با یک پسر ایندی نامزد شده است و محفل شب عنایش را خیلی باشکوه برگزار کرد. اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا از طرف لطیفه عزیزی و خانواده‌اش تایید نشده است، ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای لطیفه عزیزی از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده. موفق کامیاب باشید.